باید ذکر کرد که ساکنان ناحیه وخش امروز در شرایط کار و زندگی دارند که در همه پهلوهای حیات دسترسی و امکانیت‌ها فراختر گشته از گذشته نو قدر دور نشانی قریب که نمانده است. بخصوص قامت افراختن انشاءات بلند آشیانه استقامتی و کارگاه‌های تعییناتشان خدمت رسانی و با ذوق خاص رنگ پردازی آنها پره اسفالت پوش گشتن راه‌های مرکزی و یک قطار کوچه‌ها شهادت زندگی خوش ساکنان این گوشه می‌باشند. مسلم است که بعد راه اندازی این گونه عمل‌های سازنده نفران زیاد صاحب جای کار گشته برخی به کسب آموزی فرا گرفته می‌شوند. زنان و دختران خانه‌نشین عین حال در خانه بیکار بودند و همین کس جلب کرده شدند. کورس اتراسبوفی را از خود میکنن، بعدی کورس به انجام رساندن میتونن که در اینجا کار فعالیت کنن. 20 نفر سحر به کورس اتراسبوفی مشغول هستن، بعد عبید 20 نفر دیگه به کورس دوزندگی. طی چند سال اخیر درست به راه ماندن موضوع کبودیزارکنی و در حال خوبی سبزیش و نشونما قرار داشتن گل و بوته و نونهالکان که در کنار راه‌های نقلیاتگر به نقشه گرفته میشوند امروز از سرسبزی و جوانی شهرک بشارت میدهند. برای کبودیزارکنی از سال 2017-2018 به بخش حفظ محیط زیست ناحیه بخش 33,100 بیخ درخت نهالشینانی نقشه گذاشته شده بود که بخش حفظ محیط زیست با همراهی 7 جماعت 33,500 نهال شنوندن که 101% نقشه را اجرا کرد. در مرکز شهرک بخش بیناهای نوساخت از هر سال دیده بیشتر به چشم میرسند و مضمون همین است که سطح اقتصادی و اجتماعی در حال بالاروی بوده. در یک مورد معرفت اکولوژی نیز وابسته به تازه و آزاده بودن کوچه و محله ها نزد بیناهای معمولی و خدمت رسانی از جانب عموم اجرا گشته به نسل نورز نیز این عمل فهمانیده می شود. محمد شریف تیمور، منوچهر جمعه خان، ناحیه بخش، جهان‌نما. با مقصد ترغیب طرز حیات سالم خصوصیت عمومی پیدا کردن ورزش، دریافت ورزشکاران لایق‌قدرمند به این وسیله مستحکم کردن دوستی میان جوانان کشور و احیای عنعنه‌های ملی در روزهای استقبال از نوروز بین المللی در دهات دهنه شهر کلاه با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی در همکاری با بخش جوانان و ورزش با سهم صاحبکار وطنی دولت سراج و مسابقه عنعنوی گوشتین ملی برگزار گردید که در این تدبیر پهلوانان از ولایت‌های سوخت و ختلان، بدخشان، جمهوری ازبکستان شرکت ورزیده برای احیای آیین‌های اجدادی در وزن‌های مطلق با هم رقابت نمودند. در برگزاری چهاربینی مذکور بهترین پهلوانان در رشته گوشتین ملی از جمهوری ازبکستان و تاجیکستان با هم قوازمایی نموده باری دیگر این نمودی ورزش ملی را احیا نمودند. تاکید شد که در شهر و دهات کلاه میدانچه‌های ورزشی بنیاد گردیده ورزشکاران با استفاده از این شرایط با مشق و تمرین مشغول. متخصصان مرکز تامینات بخطری عضوقواری در ناحیه اشت در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره بیطاری فعالیت خویش را راه اندازی نموده در همکاری با دکتران مرکز دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی در بازارها و دیگر نقطه‌های فروش عضوقواری بابت حمایت حقوق استعمال کنندگان در سمت رعایت طلبات‌های بهداشتی عاید به ذبح چاروا، واردات و صادرات، انتقال، فروش گوشت و محصولات شیری و گوشتی، تخم پرنده، عسل و محصولات رستنگی نظارت می‌برند. مرکز دارای آزمایشگاه‌های باکتریولوژی و کیمیایی بوده در آن منتظم نمونه محصولات عضوقواری مورد سنجش قرار داده می‌شود. شعبه سیرولوژی اساساً مقابل کسری بوغمدرد یعنی بروسلیوز از نوع جماعت و شعبه ما خون حیوانی هم کلون شاخدار هم معده شاخدار وارد می‌گردد. ما آن را تشخیص‌های سیرولوژی می‌گذرانیم. از آغاز سال تا این دم متخصصان مرکز در بازارهای ناحیه اشت گوشت 741 سر چاروای کلان شاخدار و 544 سر چاروای معده را از تشخیص بیطاری گذرانیده سرتیفیکت صفت دادند. کارمندان 24 نفره مرکز تامینات بخطری عضوقواری در شهر کانی بادام نیز دام سال سپری و 3 ماهه اول سال روان نقشه‌های خود را در سمت سنجش و تشخیص مریضی‌های چاروا، حیوانات و پرنده‌های خانگی و پرگی تامین نمودند. سال گذشته ما زیاده از 4,500 سر چاروایی که برای استحصال گوشت پیش بینی شده بود از نظارت بیطاری گذرانیده. نسبت همین پیشگیری بیماری‌های سرایتی در بین همه نمود چاروا حیوانات خانگی این گذرانی‌های پیشگیری کننده می‌کنیم. سال گذشته ما نزدیک 40,000 سر چاروا را ضد
بیماری‌های سرایتی امگذرونی کردیم. حاضر در جنبستی 3 ماهه اول 19421 سر چاهوارو ضد هم بیماری‌های امگذرونی کرد. ارزان شدن محصولات اوزوقواری در یک قطار بازارهای شهر و دهات ولایت سوغد به مشاهده رسیده، صاحبکاران را وادار می‌سازد که جهت فراهم آوردن شرایط‌های خوب کاری و بلند برداشتن مدنیت سودا تدبیرها اندیشند. در بازار کردیم، من دوتا من نویس کردیم، من نبوده نویس کردیم، من تاگوش استش کردیم. اکو من اسنو وایرون کرده، ام زمانه میکنیم بوده پروگرام کشیدیم. مثال کارتوش ارزان شد، گوشت هم کم فرومد، همه چیز ارزان است. متخصصان مرکزهای تامینات به خطر اوزوقواری در ولایت سوغد به استعمال کنندگان توصیه می‌دهند که در مورد خرید محصولات اوزوقواری حجت بی‌خطری و خلاصه تشخیص آزمایشی را طلب نمایند. در صورت شبهه‌ناک دانستن صفت محصولات و مقامات دخلدار ساحه تامینات به خطر اوزوقواری منطقه خدمت رسان مراجعت سازند. با این مقصد در شهر و دهات ولایت سوغد تلفنی باوری تشکیل کرده شده، شهروندان می‌توانند با متخصصان مرکز در تماس شده مصلحت گیرند. آبجان کریم روشن میرزایار از ولایت سوغد.